آخرین فرصت خرید بیت کوین. بریم که یه تحلیل کامل از بیت کوین داشته باشیم توی تایم فریم های متفاوت. فقط قبلش دقت داشته باشید که کانال یوتیوب بیت فور رو سابسکرایب داشته باشید که تحلیل های متفاوت و موقعیت های سرمایه‌گذاری مناسب رو براتون معرفی می‌کنیم و حواستون هم باشه که زنگوله رو روشن کنید که هر ویدیو جدیدی براتون می‌ذاریم نوتیفیکیشنش بیاد. بریم سراغ تحلیل. با تایم فریم هفتگی شروع بکنیم. همونطور که در تصویر دارید می‌بینید در یک ناحیه فشردگی بود که مدت‌ها گیر کرده بود و داشت نوسان می‌زد، ولی با یه شادو اومد به ناحیه $50,000 برخورد کرد و قوی برگشت بالا. ما اونجا دقیقاً شاهد ورود خریداران بزرگ بودیم که با حجم پول زیادی وارد بازار شدن و از همونجا هم یه برگشت قوی رو دیدیم. و حالا که داره از این ناحیه فشردگی خارج میشه و خارج شده توی تایم فریم هفتگی، ما انتظار داریم که تا $100,000 تا گام بعدی رشد داشته باشه و باهاش بتونیم بریم بالا. حواستون به این کندل آخر که کندل هفتگی این سری هستش باید خیلی باشه، چون کندل قبلی کاملا پرقدرت سبز بسته شده و این یکی هم اگر تا همین آخر هفته که چیزی هم بهش نمونده به صورت پینبار یا همینجوری سبز بسته بشه، میتونیم رشد خوبی رو انتظار داشته باشیم و یه تاییدیه خوبی برامون هستش که توی تایم فریم هفتگی کاملا روش صعودی باشیم. حالا بریم یه نگاهی داشته باشیم به کندل ماهانه یا تایم فریم مانتلی. در تایم فریم ماهانه با توجه به بسته شدن قیمت بالای سقف قبلی، ما داریم می‌بینیم که تشکیل یک روند صعودی ادامه دهنده رو داره بهمون میده و کاملا توی تایم فریم ماهانه ما روی بیت کوین صعودی هستیم و تارگتمون $131,000 هستش در گام بعدی. و اما در تایم فریم روزانه یا دیلی که طرفدارای زیادی هم داره، با قدرت تونسته سقف رنج معاملاتی خودش رو بشکونه و توی گام بعدی انتظار داریم که تا سطح مقاومتی $76,000 رشد داشته باشه. اونایی که اهل خرید هستن یا میخوان لانگ بگیرن، حتی همین قیمت‌های فعلی هم میتونه برای ورود مناسب باشه و ما تا $76,000 توی تایم فریم دیلی روش لانگ هستیم. یه توجهی داشته باشید حالا لابلای این تحلیل‌ها که خدمتتون بگیم، توی تایم فریم مختلف ما تارگتمون هم متفاوت بوده، یعنی شما باید انتظار زمانی متفاوتی داشته باشید. اگر توی دیلی داریم میگیم تا $76,000 میره، مثلا توی ماهیانه داریم میگیم تا $131,000 میره، خب طبیعتا نباید شما انتظار یک تایم فریم دیلی رو برای تارگت ماهانه داشته باشید. برای ماهانه وقتی میگیم تا $131,000 میره، یعنی چند تا کندل ماهانه باید بگذره تا ما به اون اهداف برسیم. برای دیلی هم همینطور، مثلا باید 5 6 تا کندل 6 7 تا کندل باید بگذره تا بخوایم به اون تارگتمون برسیم. حداقل این عددی که داریم بهتون میگیم حداقله. پس حواستون به انتظار زمانی که از تایم فریم هر تحلیلی میدیم باشه و انتظار معقولی ازش داشته باشید. و اما در آخر تایم فریم 4 ساعته تونسته از ناحیه $66,000 عبور بکنه و این خبر خوبیه برای ادامه روند صعودی. ولی موضوع اینجاست که کندلایی که تشکیل داده بعد از عبور از این ناحیه کندلای مومنتوم یا کندلای قوی نیستن، خیلی کندلای کوچولویی ان توی تایم فریم 4 ساعته و این موضوع میتونه ما رو به شک بندازه که آیا این روند قدرتمنده یا خیر. اگر تونست خودش رو بالای $66,000 تثبیت بده، ما تا $72,000 روش صعودی هستیم. اگر نه، ناحیه $64,000 ناحیه حمایت خوبیه که ما همونجا سرزب وارد بشیم و بتونیم از ادامه روند صعودی استفاده کنیم. ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. حتما اهمیت ویژه‌ای برای این تحلیل داشته باشید، چرا که ممکنه آخرین فرصت ورود به بیت کوین برامون فراهم شده باشه. حتما کانال یوتیوب بیت فور رو سابسکرایب داشته باشید برای تحلیل‌های بعدی و زنگوله رو هم روشن داشته باشید که از بقیه ویدیوها مطلع بشید.